بله چخیلی که شما در این برنامه‌هاتون درباره زبان تاجیکی بسیار حساس حرف میزنه. بله بعدتر هم خیلی سوال که بسیاری از همه چیای ما نویسنده ها یا که بگیم ژورنالیست ها درباره برگشتن به خط فارسی اجدادی خودمون، به خط نیاگان خودمون، بله فکر اندیشه شما در همه چی است؟ آیا ما بگیم در چقدر سال میبرد که ما به اون خط نیاگان خودمون باز بگردیم و در ساحه آیتی هم آیا این چخل میشود؟ آیا آسان هست یا که در فضای مجازی چخل میشود همین فکرهای شما همچون یک متخصص آیتی؟ بله در حقیقت سوال زیبا بود دوستی مهربان. من هم اینا بسیار وقتا فکر میکردم. این هم خوبی دارد هم بدی دوستی عزیز. مثال اگر که من شخصا برای مرا گفتن در نظر دارم بدی، چون که نگاه کنید ما 20 نما 23 سال هستیم و 23 سال خطی کلیک خطی کلان شدیم و البته که اگر که ما از روی علم گیریم، ما اگر عموما کشور ما همه خط رو عوض کند این زیبا میشود. به خط نیاگان رویم برای علاقه وجود یک قبچه معلومات است، کتابای زیاد هستند. برای مثال همسایه‌های ما افغانستان و ایران، کشورهای مثال ایران خودش ابرقدرت است و بله ما میتونیم تجارت‌های زیاد داشته باشیم. عموما حتی در شبکه‌های اجتماعی بسیار ما رو تماشا کنند، مقاله ما رو زیادتر مردم خوانند، ولی رقابت خیلی زیاد میشود. انا اکنون هر یک ایرانی هست در اونجا که دیگر تاجیکان ریزا رو هرگز تماشا نمیکنند، اونا هم ایرانی ها رو تماشا میکنند و باز میگم که رقابت زیاد میشود و باید هر روز آماده کردن کار. ولی من فکر میکنم که اگر که برگردیم به خط نیاگان زیبا است. من طرفدار هستم و اگر که من یک مشکلی ندارم، ولی این قدر مهنتی که ما تا امروز کردم از بین میرود. تو باید این رو دانی، چون که سامانه آیتیونز که ما ساختیم همش کریلیک است، نوارایی که ما ساختم کریلیک است. بله ما لازمه گردن گوش دارم اکا. نه من میگم که اگر که خط نیاگان آید همه مهنتایی که ما کردم امروز بر شخصا رضا گویم از بین میرود، چون که نوارایی که ما ساختم با زبان کریلیک هستند، مثال سامانه آیتیونز هم، ولی خوبی خوش دارد خط نیاگان. بله در همین مقصد در همین سند گفت سوال من در همین سند بود که مقصد تمام کو در سامانه ها و وب سایت ها کو به حد کم داره مقصد. بله خوبش همون را مقصد به خط فارسی گردوندن چند قدر مهنت طلب میکنه. آیا امکان دارد همین چیز یا که چگونه است مقصد؟ البته وای مشکل است. مثلا اگر سایت تکنولوژی با دو تگمه ما میتونیم عوض کنیم باید. مثال اگر ما میتونیم که همین سامانه آیتی آموزا با یک زبان دیگر علاوه کنیم، 3-4 تا متخصص را جلب میکنیم که با زبان فارسی گپ زدن میتونن، مثلا با خط نیاگان همه اون رو از تاجیکی با نیاگان میکنن، با فارسی میکنن و بعدا دیگه هم افسانه است. این مشکلی نیست، ولی مشکلی در حال به میون میاد که مثلا مقاله‌ای که رزوگف داستان نوشته بود با کریلیک و دیگر طلبات کم از خواندن و دیگر شرکت‌های ایرانی که در سایه آیتی هستند، شرکت‌های ایرانی و افغانی، آنها علاقه ما را میجوقند در این ساحه. مثال چون که باید علاقه تیارن، علاقه باید دانشنامه‌های زیاد بنیاد کردن در این زبان، در این خط و ما با آنها رقابت کردن خیلی هم دشوار میشد با ما. هم خوبی دارد هم بدی دوست مهربان، هم خوبی دارد هم بدی، ولی ما فکر میکنیم که خوبیاش بهتر است نظر به بدیاش در سایه تکنولوژی. بله ولی متاسفانه من این زمان خط نیاگان رو نمیتونم خواندن نوشتم. مثلا خواندن میتونم کم و بیش، نوشتن کو قریب که کم میتونم، ولی من برنامه‌سازان رو میدونم از ایرانی ها که من تماشا میکنم اونها رو خیلی هم زیبا درس میگوین، خیلی هم زبان ایرانی را زیبا صحبت میکنن. باز من میگم که اگر که ما برگردیم زبان عموما برمیگردد، الکی کلمه‌های روسی از بین میروند، امیدوارم که کلمه‌های انگلیسی هم از بین میروند و الکی یک همون باز میگم که سه مردمی فارس رو باز پیوست میکند و باز با فکر ما که ابرقدرت‌تر میشویم از همه ساحه‌ها. این فکر شخصی من است. در سایه آیتی این مشکل ندارد برگردوندن با این زبان. بله خوب هم فکر شما را فهمیدم. بله خودت چی فکر داری؟ برگردیم یا که نه برگردیم؟ فکر شما چی است؟ اندیشه شما چی است؟ نه فکر من که باید که ما برگردیم به گذشته و به نیاگان خودمون، چون که ما تاریخ بیش از 8000 ساله خودمون به خط نیاگان، به خط فارسی بود. بله
ما همگی طول 70 سال میشه و زیادتر 70 سال در همین زیر بگیم حکومت شورایی باز موندیم و در همین 70 سال توانستن که خط ما را از بین ببرن. بله بله 100%. و یک قسم فرهنگ‌ریزی هم کردن. متاسفانه به حد بله. علم‌آور است که خط ما را از بین بردند و خط استریلیکی به جای اون جایگزین شد که این به حد راستی ما تا حاضر من هم خودم که خونده میتونم هرچند که نوشته نمیتونم اما پورا خونده میتونم. بله باید که اما ما برگردیم از ابن سینا سر کرده از طب بزرگ تا خیام و تا بخاری و تا دیگرها همه کتاب ها با زبان فارسی هستند. و همون گنجینه نیاگان ما با زبان فارسی مونده است که هرچند که با زبان کریلیکی ترجمه شده باشد اما فکر نمیکنیم که همش شده باشد و همش با دسترس قرار گرفته باشد. 100%. فکری من همین است که باید که ما برامو چی خدمت بله نیاگان خدمت دوباره پیوست شویم. باید مثلا چی فکر دارید درباره رقابت پذیری فاتح؟ برای مثال آیا تو تیار هستی که خدمت رسانی برای مثال برنامه‌های موبیلی زمین‌های موبیلی که نوارهای ایرانی ها را تماشا کنی؟ بله من ریزو گرفت چی بشود بعد؟ نه تا این که من برنامه‌های شما رو تماشا می‌کردم راستی که من برای همین بسیاری برنامه‌های همون ایرانی را تماشا می‌کردم درباره وقت را استفاده بر بعضی برادرها بودن که به حد برنامه‌های خوب می‌کردن. بعد همین با شما چی کردن پیوست شدن. برنامه‌های شما به حد با جالب‌تر هستن با هم خیلی تاجیکانه هستن. در خوابی گذروندیم که من جوانی بسیار دوره‌های دانشجویی را بعدتر فهمیدیم که وقت چخیل استفاده کردن در کار داشت چخیل از کارهای نالازم دوری جستن در کار داشت. تماشا میکنم اما رقابت پذیری بله به حد مشکل میشود در اینجا که برای که اونها در تکنیک هم در تکنولوژی هم به حد اونها 100% ابرقدرتن در حقیقت که ابرقدرت هستند در حقیقت بخصوص ایران. بله اما فرق ندارد به حد مشکل است برای ما هم. اما این فکری من است که باید که هر جوری که نمیشه برگردیم به حد خوب میشه. 100% ما هم طرفدار هستم. مثال یک نقشه استراتژی کشان مثال گفتن که در 20 سال آینده چیکار کنیم در 20 سال آینده چیکار با چه گفتی در 70 سال اگر توانستن کلیک هم مود جایگیری کنن فکر میکنم 50 سال دیگه برمیگردیم. چون ما در خاطر دورم که بسیار از همین معلمانی که در گذشته بودن همین حرف نیاگون هم میدونستان و این زیباست براستی. من همه وقت دوستان ایرانی دارم آنها رو در حقیقت احترام میکنم زبان زیبا صحبت میکنن. یک کسایی که مثال من از همین سال 2020 این جانب از دنبال آموزش زبان تاجیکی شدم براستی تا سال تا 19 سالگی هم من با زبان تاجیکی خیلی گفتم شرم داشتم که ادبی صحبت کنم چون که در مکتب کسی صحبت نمیکرد و متاسفانه فقط زبان انگلیسی رو می‌آموختم. وقتی زبان انگلیسی رو می‌آموزی الکی پدر و مادرت فخر می‌کنند که بچه ما زبان انگلیسی نمی‌داند ولی در اصل فخر نمی‌کنند که زبان تاجیکی رو از بین برده است از بچه وای. نه زبان‌ها رو دونستن یگان جای بدی را ندارد ولی وقتی که الکی دو زبان یک جا کده یک زبان دیگر مثل این مشکل است. ولی ایرانی‌ها زیبا چنان زیبا که 100% من میفهمم. یعنی زبان ما اگر یک از بچهای ما برای مثال یگان نوار سازد با همین عموما کلمه‌های اوژه چوکدی ردناجان دیگرها را ایرانی‌ها نمی‌دونن که چی گفته است از اینها کاملا نمی‌فهمن. بله برای ما زبان به حد آمیخته کردیم همین نسل نو بخصوص بله با روسی بعد با بعضی خیلی شیوه‌ها بله 100%